Herkese selam. Bugün sizlere Anker FM hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Podcast'inizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize izin veren oluşturma araçları vardır. Yani Anker FM, yani podcast'ınıza kayıt yaparsınız Anker FM'de. Orada da hem yani telefonunuza indirirsiniz ücretsiz bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde kendi şovlarınızı, programlarınızı, yayınlarınızı burada kaydedebilirsiniz. Onun için başlamaya hani para lazım değil, ücretsiz bir şekilde Anker FM uygulamasını telefonunuza indirin veya da Google'a Anker FM yazın, oradan kendinize kayıt oluşturun ve kendi şovlarınıza başlayın. سلام و وقت بخیر به خبرهای این ساعت از رادیو ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز شنبه 8 ماه ثور 1400 هجری خورشیدی. پلیس کابل یک کودک را از بند آدمربایان آزاد کرد. وزارت امور داخله در اعلامیه گفته است که پلیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله در یک عملیات مشترک با پلیس کابل یک کودک 9 ساله به اسم سبحان را که 5 روز پیش از ساحه خیرخانه اختطاف شده بود عصر روز گذشته از نزد آدمربایان آزاد ساختند. اعلامیه می‌افزاید که ربایندگان از خانواده سبحان $5000 در بدل رهایی وی تقاضا کرده بود و هشدار داده بودند که در صورت تعدیل و شریک سازی با پلیس طفل را از بین خواهد برد. با گفته وزارت داخله ربایندگان شناسایی و تحت تعقیب پلیس قرار دارد. انفجار ماین کارگزاری شده طالبان در دایکندی 1 کشته و 5 زخمی به جا گذاشت. منابع محلی در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی با تایید این رویداد گفت که بر اثر انفجار ماین طالبان در منطقه سرتگاب این ولسوالی 1 تن از باشندگان محل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. علی یاور محمودی باشنده منطقه سرتگاب گفته است این رویداد زمانی رخ داد که شماری از جوانان و نوجوانان صبح امروز برای جمع آوری هیزم به کوم می رفتند. در کوتل سرتگاب هدف انفجار ماین طالبان قرار گرفتند که در نتیجه 1 تن از جوانان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. روند توزیع کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی به 2000 خانواده بیجا شده و متضرر از جنگ در لغمان آغاز شد. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث روز جمعه در جریان سفرش به ولایت لغمان این برنامه را افتتاح کرد. در مراسم افتتاح این برنامه شماری از مسئولان محلی ولایت لغمان از جمله رحمت الله یارمل والی این ولایت حضور داشتند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بر توزیع عادلانه کمک‌ها پس از سروی و ثبت متضرران تاکید کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته 20 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند. بر اساس آمار این وزارت در 24 ساعت گذشته 654 مورد مثبت کرونا در سراسر کشور شناسایی شده است. با این رقم آمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 70,000 تن رسیده است. در شبانه روز گذشته 162 بیمار کرونایی در کشور صحتیاب شدند. دولت افغانستان امروز به خاطر جلوگیری از گسترش سریع ویروس کرونا مکاتب، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های این کشور در 16 ولایت را تا 2 هفته دیگر تعطیل کرد. 2 روز پیش شهرداری کابل نیز فعالیت تالارهای عروسی را نیز ممنوع اعلام کرده بود. نزدیک به 170 کودک دارای معلولیت در ولایت‌های بلخ، جوزجان و سمنگان شامل مکاتب شدند. نزدیک به 170 کودک ناشنوا، نابینا و دارای معلولیت یادگیری پس از فراگیری آموزش ویژه در مراکز برنامه معلولان کمیته سویدن شامل مکاتب عامه ولایت بلخ، جوزجان و سمنگان شدند. مهراب الدین کمال مسئول ویژه برنامه معلولان کمیته سویدن میگوید که برنامه معلولان سالانه نزدیک به 40 کودک دارای معلولیت را بعد از 3 سال آموزش دوره آمادگی شامل مکاتب میکند.
پلیس ولسوالی نهرین یک تروریست طالب را که قصد ترور فرمانده پلیس این ولسوالی را داشت بازداشت کردند. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان میگوید که یک تروریست طالب قصد داشت یک حلقه ماین را که در داخل ساختمان ولسوالی نهرین با منظور هدف قرار دادن محمد علی فرمانده پلیس این ولسوالی جاسازی کند، اما پیش از رسیدن به هدف از سوی پلیس شناسایی و بازداشت شده است. نخستین جشنواره تفریحی هنری آغاز فصل گردشگری در بامیان روز جمعه 7 جوزا با حضور آوازخوانان محلی و اشتراک هزاران نفر از ولایت‌های مختلف کشور در پارک ملی بند امیر برگزار شد. شماری از عالمان دین با نشر بیانیه با برگزاری این جشنواره مخالفت کرده بودند، اما ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان به رسانه‌ها میگوید که چنین برنامه‌ها هیچگاهی در تضاد با شریعت و باورهای دینی مردم قرار ندارد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هدف از برگزاری این جشنواره را جذب گردشگران به بامیان و رشد صنعت گردشگری در این ولایت عنوان می‌کنند. اسحاق محیط رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در آغاز جشنواره سخنرانی داشت و بامیان را سمبل عزت و افتخار افغانستان توصیف کرد. محیط از بامیان به عنوان نگین افغانستان یاد کرد و افزود که مردم این ولایت نماد تمدن، مظهر شکوفایی، توسعه و پیشرفت کشور هستند. رئیس اطلاعات و فرهنگ گفت که بامیان میزبان و مهمانخانه افغانستان است و از شهروندان کشور و گردشگران خارجی دعوت کرد که با بامیان سفر و از جاذبه‌های گردشگری و منظره‌های طبیعی این ولایت بدون هیچ گونه نگرانی امنیتی دیدن کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان امیدوار است که پس از این همه ساله این جشنواره را در هفته نخست ماه جوزا در این ولایت برگزار کند. وزارت صحت عامه هند از ثبت کمترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در 45 روز گذشته خبر داده است. این کشور شمار مبتلایان جدید را در شبانه روز گذشته 173,790 تن گزارش داده است. روند کاهش تعداد مبتلایان از 2 هفته پیش در این کشور آغاز شده است. آمار در گذشتگان هم در شبانه روز گذشته 3617 تن رسیده است. هند در هفته‌های گذشته درگیر موج دوم کرونا بود. با گفته وزارت صحت عامه تا اکنون به بیش از 320,000 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جانشان را از دست دادند. هند پس از امریکا و برزیل بیشترین آمار مرگ و میر را دارد. و خبر اخیر همین است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه با کسب بیش از 95% آرا برای 4مین بار به کرسی ریاست جمهوری سوریه رسید. به نقلی از یورونیوز، پارلمان سوریه میزان مشارکت رای دهندگان در این انتخابات را حدود 78% اعلام کرده است و بدین ترتیب بیش از 14 میلیون شهروند سوریه به انتخابات اشتراک کردند. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو ترکمان FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد، خدایا رو نگهدارتان.